روز نو و نوروز نو شما مبارک بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که در روز 21 مارس برای شما گلچین خبرهای تاجیکستان و جهان را پیشکش می‌کند. موضوع اساسی این نشر از این قرار است. بعد ماه‌های انتظاری در تاجیکستان بر اساس یک فرمان پرزیدنت درباره بخشش جزا صدها محبوس به آزادی می‌برایند. عفو زندانی‌ها از بخشش چه فرقی دارد؟ بعد ملاقات پوتین و رحمان در مسکو آیا مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان دوباره دوستانه و نزدیکتر می‌شوند؟ از بین بردن روابط بین تاجیکستان و ایران تجلیل نوروز را امسال دیگر کرد. حضور سیاحان ایرانی در جشن زیادتر شده است. با ماه رمضان چون مصادف شده یه مقدار مراسم شادش کمتر برگزار شده، ولی با این حال باز خیلی عالی بود. و از خبر روز شروع میکنیم. بعد انتظاری های زیاد درباره قبول قانون عفو در تاجیکستان که قریب یک سال ادامه داشت، رئیس جمهور امام علی رحمان با صدور یک فرمان در آستانه عید نوروز گناه 897 نفر را بخشیده است. فرمان روز 20 مارس یعنی دیروز صادر شد و مقامات گفتند رئیس جمهور فرمانی بخشش را امضا کرده است که از قانون عفو فرق دارد. همکارم کیومرث عطا این خبر را پیگیری نمود و حالا در استودیو با ما است. کیومرث، امروز شنیدیم که اجرای فرمان الکی شروع شده است. در این باره بیشتر میگفتید؟ بله خیرامان، بعد از نشر چند خبر کوتاه و در واقع نامفهوم، امروز خبرگزاری دولتی خاور گزارش داد که 200 نفر از زندانهای نارک و ناحیه یاوان آزاد کرده شدند و در میان آنها 53 زن و 147 مرد هستند. همراه آنها 23 نابالغ هم رها کرده شدند که برای جنایت نه به زندان بلکه مؤسسه های مخصوص تربیتی فرستاده شده بودند. در فرمان رئیس جمهور آمده است که گناه آنها بخشیده می شود که جنایت های میانه وزنین یا مخصوصا وزنین کردند و در زندان ادای جزا می کنند. منصور جان عمروف سردار ریاست زندانهای تاجیکستان امروز در صحبت با ما یعنی با رادیو آزادی گفت که رویخط این افراد را کمیسیه مخصوص حکومتی ترتیب داده است و او افزود که رویخط هنوز در دست حکومت است و در آنجا زنها بسیارند، مخصوصا آنهایی که در مؤسسه اصلاحی کودک دارند. عمروف در این صحبتش از عفو چون یک اقدام مثبت ستایش کرد و گفت که او جانبدار بخشیدن گناه است. عمروف در مورد احتمال رهایی بعضی از خبرنگاران و فعالان و سیاستمداران زندانی پاسخ نداد و بهتر دانست که منتظر نشر این رویخط بمانیم. بله، تا جای میدانیم هنوز این رویخط نشر نشده است. کیومرث، بخشش گناه و یا عفو که تقریبا یک مفهومند، از هم چی فرقی دارند؟ امروز میبینیم بخصوص در شبکه‌های اجتماعی که بعضی ها میپرسند چرا محض 897 نفر را آزاد کردند، دیگر زندانیانی که شاید جنایت سبک کردند چرا آنها عفو نمیشوند؟ خب تفاوت در چی است؟ خیرامان، ما عین سوال را با حقوقدانها در میان گذاشتیم و جمشید یاروف وکیل دفاع مقیم اروپا در صحبت با ما گفت که بخشش گناه بر اساس عریضه زندانیان صورت میگیرد. یعنی به قول او اساس بخشش گناه این عریضه به نام رئیس جمهور است. یعنی محکوم شده در مراجعت به پرزیدنت می نویسد که گناهش را به گردن میگیرد، خطا کرده است و از او خواهش میکند که از گناهش گذرد. به قول مصاحبه ما بعداً کمیسیه مخصوص این عریضه ها را میبیند و فهرست افرادی را ترتیب میدهد که سزاوار بخشش یا همان عفو هستند و سپس این رویخط را برای امضا به رئیس جمهور میفرستند. مصاحبان ما گفتند که عفو که تعدادی وسیع‌تر زندانیان را فرا میگیرد بر اساس ماده های کادکس جنایی عملی می شود، یعنی گروه های نامعین محبوسان یا گمانبر شده ها به صادر کردن جنایت. اما در بخشش فقط یک گروه خاص است و معلوم یک گروه خاص و هم یک گروه معلوم آدمان وارد می شوند. واقعا در اینجا باید گویم که به قول مقامات بخشش به مناسبت جشن نوروز صورت میگیرد، ولی حامیان حقوق به دیگر سبب‌ها نیز اشاره میکنند. از جمله زندان‌های پر از محکوم شده در تاجیکستان. خود امبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان هم در گزارش سالانه‌اش نوشته بود که سنجش نشان داده است که سال 2023 مثلا در یک زندان شهر دوشنبه 300 نفر را بر زیاد جای دادند که بر اساس قانون ممکن نیست و تا ماه ینوری سال 2024 در زندان‌های تاجیکستان زیاده از 13,500 نفر را نگه می‌داشتند که این برابر به اهالی یک محله بزرگ در تاجیکستان است. بله، تشکر. کیومرث عطا بود با جزئیات فرمان پرزیدنت درباره بخشش جزا برای قریب 900 محبوس در تاجیکستان.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مردم تاجیکستان را با فرارسی جشن نوروز تبریک گفته اظهار امیدواری کرده است که تاجیکستان و قرقیزستان هم منبعد برای تحکیم امنیت هر دو کشور همکاری را ادامه می‌دهند. این پیام تبریکی به مناسبت امضای سازشنامه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان هم فرستاده شده است. پیام ترامپ 21 مارت خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان آن را نشر کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است این کامیابی بزرگ است که به هر دو کشور منفعت کلان اقتصادی و امنیتی می‌آورد. دونالد ترامپ در رابطه با سازشنامه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان که به بحث و زدوخوردهای چند ساله دو کشور پایان خواهد داد آن را بسیار مهم خوانده است. تاجیکستان و آمریکا بیش از 30 سال باز مناسبات دیپلماتی دارند. در این مدت ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان زیاده از 2 میلیارد دلار یاری‌ها کرده است. رهبر روسیه ولادیمیر پوتین که همچنین همتایانش در کشورهای اتحاد دولت‌های همسود از جمله امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را با فرارسی نوروز تبریک کرده است، اظهار امیدواری نمود که همکاری و شریکی استراتژی میان دو دولت در آینده هم رشد خواهد کرد. ضمن دیدار اخیر این دو پرزیدنت هفته گذشته در مسکو صورت گرفته بود و رهبران روسیه و تاجیکستان 8 سند نو همکاری امضا کردند. تا کجا بعد این مناسبت‌های مسکو و دوشنبه که بعد حمله کروکوس آسیب دیده است بهتر می شود؟ این سوال است که رادیوی آزادی با تحلیلگران در میان گذاشت. تاکید به شریکی استراتژی و توجه زیادی روسیه به صنعت و عرصه نظامی در تاجیکستان. 8 سند نوی همکاری میان دو کشور در سفر امامعلی رحمان به مسکو بیانگر حضور گسترده‌تر روسیه در آینده در این بخش‌های تاجیکستان است. توافق در پس منظر فشارهای سخت در روسیه به مهاجران کاری تاجیک. آیا این گردش مثبت می تواند تاجیکستان را به همکاری نزدیکتری روسیه در آسیای مرکزی تبدیل دهد؟ حوادث 4 سال اخیر نشان می‌دهد که روسیه اصلا در عرصه بین‌المللی بسیار کم شریکان بسیار واقعی دارد. از این لحاظ ما تاجیکستان را می‌توانیم به 10 گانه شریکان مهمترین روسیه شامل کنیم و طبیعی است که مناسبت روسیه به این کشورهایی که در همه حالت روابط نیک و همه جانبه را با روسیه نگاه داشتند باید بسیار برجسته باشند. سفر امامعلی رحمان به مسکو به فرق از گذشته مراسم استقبال و تشریفات پردبدبه داشت. برخی از کارشناسان حدس می‌زنند امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین به بعضی سازش‌هایی رسیدند که پشت پرده صورت گرفته است. بسیار این صحبت‌های پس پردگی رفت برای انتقال قدرت از پدر به پسر است و ما شاهدان هستیم که در وقت‌های اخیر کادرهای نو، انتخابات کادرهای نو یا که تعیین کردن کادرهای نو از طرف خود امامعلی رحمانوف این مطابق کردن حکومت آینده رستم امامعلی است. حالا وضع امنیتی در مرز تاجیکستان با افغانستان که روسیه را مرز جنوبی ژئوپلیتیکی خود می‌داند، دلیل این آغوش‌گشایی گرمی مسکو است یا نزدیکی بیشتری روسیه با آمریکا نظر به چین؟ روسیه همیشه در سمت کشورهای دوست و رقیب و شریک است، همیشه از رویکرد چندگونه استفاده می‌کرده. یعنی ما هم مناسبت بسیار حسنه را مشاهده می‌کنیم، ما سختی و زوری نسبت به مهاجرین مهنتی را مشاهده می‌کنیم، ما دعوت‌های مختلف از جانب رده سوم و چهارم مقامداران دولتی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی را مشاهده می‌کنیم. پس از برجسته شدن بازوی ژئوپلیتیکی بر سر معدن‌های زیرزمینی در روابط کشورهای قدرتمند با شریکانشان، جلب کردن روسیه از سوی تاجیکستان در این زمینه را دلیل مثبت ارزیابی می‌کنند. امامعلی رحمان ضمن سفر گفت تاجیکستان برای تطبیق ظرفیت‌های مناسبت‌های همپیمانی و شریکی استراتژی با روسیه سعی خواهد کرد. ولی روسیه در گذشته بارها این گونه سازشنامه‌ها را امضا کرده و اجرا نکرده است. از جمله سال 2006 در بنیاد نیروگاه برقیابی راغون نیز. طالبان در افغانستان تحصیل و کار زنان را در بسیاری از بخش و ساحه‌ها منع کردند، ولی زهرا علی 22 ساله تجارت خرد خود را تأسیس داده است. این کار به خود او درآمد می‌آورد و همسایه‌هایش را با یک منبع مهم برای زندگی تأمین می‌کند. زهرا در استاخانه‌اش بطاری‌های نیرو دهنده آماده می‌کند که مردم را با برق تأمین می‌کند. زرنگیزی نوروشا جزئیات بیشتر دارد.
زهرا علی 22 ساله در این استخوانه خرد خود در کابل اکومولاتور یا دستگاه نیرودهنده استحصال میکند. در کشوری که مشکل برق دارد، بطاریه های تولید کرده زهرا سیر خریدند. تولیدات ما بیش از حد است. تا او حد بیش از حد است که ما نمیتونیم با سفارش هایی که از مردم یا آردرهایی که از مردم بگیریم به درستی رسیدگی کنیم. چون پیشتر هم اشاره کردم خدمت شما که افغانستان مشکلات خودش در حوزه برق و یا انرژی داره. مشتریان می توانند این بسته اکومولاتورها را با برق نیرو دهند و در لحظه های بی‌برقی از آن استفاده برند. تا بازگشت دوباره طالبان به سر قدرت در سال 2021 زهرا در دانشکده تکنولوژی هرات تحصیل میکرد. حالا زنان در افغانستان دیگر حق تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها را ندارند. کاری بیرون از خانه و در بسیاری از ساحه ها هم برای آنها منع است. کار کردن در شرایط فعلی کار آسان نیست. واقعا مبارزه میخواید، توانایی میخواید و ما مشکلات زیادی را متحمل شدیم که تصمیم گرفتم که شروع به این کار کنم و درآمد از خودم داشته باشم تا اینکه باردوش مثلا برای فامیل یا برای دوستایم یا برای آشناهایم نباشم و از خود داشته باشم هر چیزه. تا غصب حکومت از سوی طالبان هم در افغانستان شمار زنانی که در سمت علم و تکنولوژی فعالیت میکردند کم بودند. در جامعه های سنتی مثل اینجا اکثریت بر این باورند که کارهای تکنیکی خاص مردان است. و نکته مهمی را که میخوایم اشاره کنم این است که زمینه یا شرایط یا حالت کاری که فعلا خودم دارم بخش پروژه پاوربانک یا ساخت ساز اگر هست اینا مختص برای آقایان نیست. یعنی بانوان هم میتونن استاد شوند، زحمت بکشن، تلاش کنند، کار کنند در این بخش. با وجود همه مشکل و محدودیت ها وی میخواهد در همین رشته انتخاب کرده خود کار را ادامه دهد. برای پیشرفت کار خود ما نیاز به یک حمایتگر یا افراد داریم که ما را اسپانسر کنند، پشتیبان ما باشند، حمایتگر ما باشند تا ما بتونیم خیلی خوب و بهتر در این عرصه پیشرفت کنیم. امروز در تاجیکستان تجلیل رسمی عید نوروز از کاروان و گلخانه نوروزی شروع شد. برای تجلیل عید نوروز نه تنها مردم محلی بلکه مهمان ها از خارج هم آمدند. مثلا از ایران. با آنها همکاران ما در دوشنبه امیر سویف و عبدالغنی عبدالوهاب هم صحبت شد. با افروختن این گلخان در باغ غلبه در دوشنبه تجلیل رسمی نوروز را آغاز کردند. مردم زیادی هم آمده بود. جشن نوروز امسال به ماه رمضان راست آمد ولی باز هم خیابان‌های دوشنبه پر از مردم و مهمانان بود. نوروز سال 2025 به همه هموطنان مبارک باشد. بگذار سال پرفیض پربرکت همیشه در تاجیکستان عزیزمان صلح باشد، آرامی باشد و چی نیت و آرزویی که مردم تاجیک در دل دارند خداوند جامع عمل باشد. من از فرصت مناسب استفاده برده با نوروز خجسته‌پای تمام مردم تاجیکستان عزیزم را تبریک و مبارکباد نموده آرزوی آن را دارم که در این نوروز